آله وأصحابه ومن والاه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بینندگان گرامی، ما قبلا گرفته بودیم موافقی خواهش و درخواست و سوالای زیادی که امروز در جامعه مسلمانی ما یعنی آداب و اخلاق کاسته شده است و بعضی ها از این به ادبی و به اخلاقی و رفتارهای بدی خصوصا جوانان یعنی آزار و اذیت میبینند و خاطری که این سوال ها و درخواست ها زیاد شد، خواستیم که از نقطه نظری دینی مبین اسلام موافق گفته های خدا و رسول خدا در باره آداب و اخلاق اسلامی و انسانی یعنی صحبت داشته باشیم. حالا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک می‌فرمایند که انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یعنی یکی از هدف‌های اساسی دین مبین اسلام و بعثت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم و یکی از هدف‌های اساسی این دین و این رگه هست که انسان با آداب و اخلاقش یعنی آداب و اخلاق نیکش در جنت مقام‌های را صاحب می شود که با دیگر عبادت‌هایش صاحب شده نمیتواند. برای همین ما در تجربه حیات محبوب همگان هستند. با آداب و اخلاق را چی پدر مادر، چی فرزندان، چی اهل و خانواده، چی محیط و همسایه، چی در عموم مردم دوست می‌دارند. چرا؟ به خاطری که اون رو پروردگار دوست داشته است که محبت اون رو، مهر اون رو، احترام اون رو در قلب اطرافیانش جای کردگی هست در نتیجه این اخلاقی نکویش. برای همین بنده مؤمن و جوان مسلمان باید دوراندیش باشد. اون یک مثال عادی، یک مسئله که هر روز با چشم سر میبینیم. شما دیدید انسانی رو که از جوانی آداب و اخلاق داشت در پیری چقدر عزت و برکت و سعادت و احترام دارد؟ هست همین خیلی هست یا نیست؟ وقتی که انسان خصوصا از سین سال جوانی وقتی که آداب و اخلاق دارد، هر چقدر که عمرش بالا برود قدرش بالا می رود. هر چقدر سین سالش بالا برود همون قدر یعنی چیز قدر و قیمت و منزلت و برکتش زیاد می شود. حالا شما دیدید انسانی که به آداب باشد، به اخلاق باشد، یعنی بدگو باشد، دشنامچی باشد، حقارتچی باشد، بدگو باشد، و هر چقدر که پیر شد همون قدر خور و ذلیل و بی قدر و یعنی زیر پا می شود. یعنی باید انسان خصوصا مسلمان باید دور فکر کند. جوانی مسلمان باید از جوانی فکر پیری رو کند که در پیری چکار میکنم، چی میشوم. جوانی مسلمان باید بالای خواب زیر خواب رو فکر کند که من در زیر خواب برای این همه کردارم چی جواب میگویم. مسلمان باید همیشه دوراندیش باشد. دانشمند یعنی خردمندترین انسان، دوراندیشترین انسان همونی هست که دور فکر میکند. از جوانی میان عمری و پیرانسالی رو فکر میکند که چکار کنم که در میان عمری در پیرانسالی به مداری سالخوردگی به این عمر ناتوانی
کامیابم. وقتی که فکر کرد به مقصد میرسد. ولی ببینید قرآن هم پروردگار در قرآن زیاده از 1200 چند بار زیاد، از 1200 بار زیاد مسلمان رو میگوید فکر کن. افلا یعقلون افلا یتدبرون افلا تعقلون. یعنی این آیا فکر نمیکنید؟ آیا اندیشه، یعنی تحلیل نمیکنید، تشخیص نمیکنید چی رو؟ زندگی رو، انسان‌های کامیاب و ناکام رو، دینداری و بیدین رو، اخلاق داری و بی اخلاقی رو، این همه رو فکر کنید تا اینکه کامیاب شوید و ناکام نشوید. اصل مقصد قرآن، خدا و رسول خدا، همه بزرگای دین مبین اسلام دار، همه پند و اندرز و نصیحت هایی که کردند و گفتند، خصوصا دانشمندا و شاعرای کلاسیکی ما، کتاب ها، تصنیفات ها، یعنی چقدر مهنت کردند، زحمت کشیدند، خون جگر خوردند، تعلیف کردند، پند گفتند، اندرز گفتند، نصیحت کردند. به خاطر چی؟ به خاطر که زندگی کنید، به خاطر که کامیاب باشیم در زندگی، کامیاب باشیم، ناکام نشویم. اگر ما به همین گفته های دانشمندا و خیرتمندا و عالمای اسلام و نیاگان خود مراجعت کنیم، هرگز یعنی در زندگی ناکام نمیشویم. گلستان سعدی، بستان سعدی، یعنی اخلاق محسنی حسین واعظی کاشفی و بهارستان مولانا عبدالرحمن جامی و قبوسنامه کیکاووس و دیگر دانشمندان، خیرتمندان و شاعران و اهل علم و فرهنگ رحمت الله علیهم اجمعین چقدر مهنت و زحمت کشیدند، تعلیف کردند، پند گفتند، اندرز گفتند، تا اینکه ما و شما خصوصا جوانان یک زندگی آسوده و زندگی شایسته و زندگی با برکت و زندگی و در زندگی کامیاب و موفق، همیشه با عزت و سربلند و آبرومند و کامیاب دنیا و آخرت این زندگی داشته باشیم. حتی ببینید پروردگار حبیبش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو نه چهرهش، نه قد قامتش، نه دیگرش وصف نمی کند، اخلاقش رو وصف می کند. چی می گوید؟ استعیذ بالله و انک لعلی خلق عظیم. ای حبیبم، ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، ای پروردگار خطاب میکند به بندهش، ای بنده‌ام ای محمد صلی الله علیه و سلم، به تحقیق تو دارای بهترین اخلاق هستی، خلقا و انک لعلی خلق عظیم، یعنی آداب اخلاق بزرگی داری. چرا؟ حالا قد و قامت و سیکه و صورت و چهره و دیگر وصف نمیکند، فقط اخلاق رو، اخلاقی حبیبش حضرت محمد علیه السلام رو وصف میکند. به خاطری که هر انسانی که در این جسمی که هست، این جسم در اختیار این انسان است که در کدام شکل بیاید، چشمش چخیل باشد، قدش چخیل باشد، یعنی بینیش و لبهایش و چهرهش و دیگر نه، پروردگار است که میورد. در این چهره انسان، نه پدر و مادر انسان، نه خود انسان هیچ مهارتی، هیچ دخالتی ندارد، هیچ اختیاری ندارد، هیچ انتخابی ندارد. پس برای همین پروردگار است که به همین شکل آورد.
پس انسان یعنی از انسان چی وابستگی دارد؟ از انسان این آداب و اخلاق و عمل و ایمان و تو این همه از انسان وابستگی که دارد. همین پروردگار یعنی شکل و سکه و صورت رو وصف نمیکند، اخلاق رو که در این انسان سهم دارد. هر انسانی در اخلاقش سهم دارد. حالا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در یک حدیثی دیگری میگویند که این نفس عادت گیرنده است و انسان به این نفس عادت دهنده است. هر چی که عادتش بدهید این عادت رو میگیرد، پس اون رو عملی میکند. و باید حالا در این حدیث هم خوندیم که مسلمان باید یعنی دشنامگو و حقارتچی و بدگو نباشد. حتی همیشه مسلمان و خصوصا جوان رو نیتش رو نیک و قلبش رو صاف و پاک از تمام خصلت‌های زشت، از تمام بدرفتاری و بدگفتاری و از تمام خصلت‌های زشت شیطانی باید قلبش رو پاک کند و عملش رو نیک کند. و دعای مؤمن که پروردگار نیتم رو نیک، قلبم رو صاف و پاک و عملم رو نیک و صالح بگردان. وقتی که جوان نیتش رو نیک میکند و سعی میکند که قلبش پاک از تمامی زشتی ها و بدخواهی ها و بدگویی ها و از تمام خصلت های زشتی شیطانی قلبش پاک باشد، مهم است سعی تلاش کند، پروردگار کامیاب میکند. برای همین دانشمندان اسلام میگویند که تو رو بس است که نیتت رو نیک کنی، سعی و تلاش کنی. نیتت رو نیک و سعی و تلاش، پروردگار کامیاب میکند. کامیاب کننده پروردگار است. لیکن مهم است انسان و مسلمان و خصوصا جوانی مسلمان باید نیتش رو نیک و قلبش رو صاف و پاک و کوشش کند که حداقل فکر خود کند که کامیاب باشد، ناکام نباشد. به خاطری که کامیاب باشد باید چیکار کند؟ باید نظر کند. 4 طرف نظر. مسلمان همیشه باید 4 طرفش نظر کند، ببیند که کی ناکام است، کی کامیاب است. و اینه که کامیاب هست چی رفتار و خصلت و کار و عملی دارد که کامیاب است و عزت دارد، احترام دارد، قدر دارد، قیمت دارد، مردم دوستش می‌دارند، با اون دوستی میکنند، همیشه مصلحت و مشورت همنشینی میکنند. در اساس کدام رفتار و کردارش و در اساس کدام گفتارش باید پیروی از نیکان کنند. اگر که مطالعه همه این کتاب‌های گذشته‌ای که کتاب‌هایی رو گفتیم که این همه در آداب و اخلاق و حتی یعنی شاعرای معاصر ما و شما خیلی درباره آداب و اخلاق زیاد نوشتگی هستند. دینداری و آداب و اخلاق و رفتار نیک و گفتار نیک و این همه خیلی زیاد نوشتگی هست. در برابر مطالعه باز یعنی یک واقعیت و حقیقتی که با چشم سر میبینی که نتیجهش یعنی کار و خلاصه کار، زندگی و خلاصه زندگی. ولی در برابر این کامیاب ناکام، جوان مسلمان باید ببیند که همین ناکام چرا ناکام است، چرا مردم از اون نفرت دارند، چرا هیچ قدر قیمتی ندارد، چرا این پیر شده است اونقدر خار و ذلیل و بی‌قدر هست. چه کار انجام میداد در جوانیش، چه کاری را انجام میداد، حذر از اون کارها، دوری جستن از اون کارهای بد، از اون خصلت‌های بد، میشود انسان کامیاب و موفق. مسلمان همیشه باید تحلیل داشته باشد، خصوصا جوانان ما باید تحلیل و تشخیص و بررسی و سنجش و پرسیش و
و همیشه باید با انسان‌های با آداب، با اخلاق، با علما و دانشمندا همنشینی و پند و اندرز و سوال و جواب خود را باید بگیرند تا اینکه در زندگی کامیاب شوند. کامیاب شدنی در زندگی آسان نیست. کامیاب شدنی در زندگی آسان نیست. برای کامیاب شدنی در زندگی باید انسان سعی و تلاش، مهنت و زحمت بکشد تا اینکه کامیاب شود. و به خاطر که انسان در پیری خور نشود، باید فرزندان رو در جوانی در سن سال تربیه باید فرزندان رو تربیه کند. متاسفانه حالا بسیاری از پدر و مادرای در جامعه ما در سن سال تربیه فرزند رو میگه خیلی ولی دیوش است، جوان است، ولی بخرد بگردد بزند دیگر هر بیادبی بدرفتاری هم که کرد میگه خیلی ولی کودک است، مایلش هیچ گپ ندارد. چه گپ ندارد؟ گپ دارد. اون همه یعنی وقتی که کمی سن سالش به جای رسید بعد میاد از همون گلوی پدر و مادر میگیرد. در نتیجه چی؟ در نتیجه تربیه نکردن، در نتیجه به آدابی و به اخلاقی. برای همین فرزندان رو در سن سال تربیه باید کنیم. بچم این ثواب است، این عبال است، این عیب است، این یعنی فخر است، این خصلت نیک است، این خصلت بد است. یعنی فرزندان رو از خردسالی، راستگویی، امانتداری، یعنی چشمی خود رو پیش گرفتن، چشم چرانی نکردن، بی حیا نبودن، خصوصا یعنی چیز فرزندان و دختران رو بچم هر کس یعنی هر نامحرم رو به هر نامحرم چشم ندوزو، لبخند خنده نزنو، نازو کرشمه نکن که اون فکرش بد میرود، بعد آسیبت میرسوند، ضررت میرسوند. همیشه با چشم حیا باش. قطع نظر از دانشجو بودنش، کارمند بودنش، هر جای کار و فعالیت میکند، حیا هم برای مرد و هم برای زن و برای مرد هم مهم است و برای زن مهمترین خصلت این حیا است. زیباترین زن این یعنی شکل سکه و صورت انسان رو کمیاب نمیکند، خصوصا زن رو شکل اکثریت کلی زنهایی که فوق العاده حسن دارن در زندگی ناکامند، اکثریت کل. برای چی؟ بخاطر که مغرور با اون حسنند. هر انسانی که مغرور شود با یعنی دور و ندارش یا با امکانیت و با مهارت و قابلیت علمیش، ذهنیش، توانیش، توانمندیش، بازویش، یا که زن باشد خصوصا با حسنش، وقتی که مغرور شد همه مغرور مغلوب و ناکام است، ناکام می شود. محبوب ترین زن کی هست در زندگی؟ با حیا ترین زن. یعنی زن هر چقدر که با حیا شد همون قدر محبوب می شود. محبوب شوهر، محبوب پدر و مادر، محبوب اکا و دادر، پیوند نزدیک، اهل و خانواده. یعنی وقتی که حیا پیشه میکنند، زنی با حیا همیشه محبوب است و محترم است و بالای چشم دیده است و باید هم باشد. و خصلت‌هایی که حلیمی، فرزندان را حیا، حلیمی یعنی گذشت کردن، جوانمردی، شجاعت، دست به خیری و بسیاری از خصلت‌هایی هست که پروردگار یعنی چی رو وصف کردگی است. ان الله یحب الصابرین، یعنی صدق و اخلاق حمیده و یعنی چیز حکمت و شجاعت و عفت و این همه یعنی دارای این همه صفت‌های نیک، چی جوان باشد، چی میان عمر باشد، چی کلان سال باشد، فرق نمیکند. وقتی که انسان آداب و اخلاق حمیده دارد همگون دوستش می‌دارند.
چرا همگان دوستش می‌دارن؟ به خاطری که پروردگار دوستش داشته است. وقتی که پروردگار دوست بدارد، بندگان پروردگار هم دوست می‌دارند و پروردگار که دوست داشت بندگان پروردگار احترام میکنند و در زندگی مهم است که در زندگی کامیاب و موفق و با عزت و قناعتمند و خوشنود و خوشحال زندگی میکند انسان. حتی برای انسان‌های حلیم و انسان‌های با آداب و با اخلاق و انسان‌های با رفتاری نیک، ببینید هم پیریشون با برکت است، حتی همون سکرات موت هم براشون آسان است. چرا که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگویند که الراحمون یرحمهم الرحمن، انسان‌های مهربان، انسان‌های رحمدل، انسان‌های مشفق، انسان‌های حلیم، در حدیث میگویند که کاد الحلیم ان یکون نبیا، یعنی حلیمی با آداب و با اخلاق نیکو اسلامی داشتن، یعنی این خصلتی چی هست؟ پیامبران است. مثل اینکه یعنی چی باشد؟ کاد الحلیم ان یکون نبیا، مثل اینکه پیامبر باشد، یعنی اخلاقی پیامبری را دارد، محسوس کامیاب و موفق و با عزت و با برکت زندگی میکند. و این چند نکته بود در موضوع خب آداب و اخلاق. حالا ما آماده هستیم و سوال‌های شما جواب بگیم. این نیم ساعت یا که 40 دقیقه اولی صحبت رو ما زنگ‌های تلفنی نگرفتیم تا اینکه مسئله کمی یعنی روشن شود، معلوم شود. از یعنی در این مدت شما هم فکر کنید که موضوع کدام طرف موضوع روشن نیست، یا برای اشکار شدن یا برای توضیح یا که برای معلومات علاوه‌ای. حالا ما آماده هستیم که تلفن‌های شما رو بگیریم و بینندگان عزیز هم در این برنامه فعال باشند با سوالای خود و با فکر و اندیشه های خود. لبیک. السلام علیکم. و علیکم السلام. الو. و علیکم السلام. گوش میکنم برادر. حضرت یک سوال داشته. لبیک. مرحمت. حضرت سوال بود. حضرت مفتی سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. با کدام راه انسان نتواند صاحب اخلاق نشود حضرت؟ سلامت باشید. سلامت باشید. خدا خیر برکت ده. الو. موفق باشید. سوال معلوم است. سلامت باشید. پاسخ میگیم ان شاء الله. خب با کدام راه؟ قبل از همه باید پدر و مادر، حالا فرزند رو اگر 100 کتاب در آداب و اخلاق بدید مطالعه کنه، بعد نفری در روزن، بعد فرزند رو بگید که برای پسرم بگو که پدرم نیست، این 100 کتاب خوندگیش یعنی چی شد؟ در هم خورد، هیچ تأثیری نمیکنه. به خاطری که فرزندان با آداب و اخلاق باشند باید پدر و مادر خود نمونه باشد. پدر و مادر باید خود نمونه باشد. تربیت فرزند بسیاری فکر میکنه که بس دشوار و مشکل هست، چنین نیست. وقتی که انسان خود پدر و مادر نمونه باشد، فرزند به همون پدر و مادر نگاه میکنه، نظر میکنه، زندگی میکنه و کامیاب یا ناکام میشود. همین است. لبیک. الو. لبیک. الو السلام علیکم. و علیکم السلام. الو. و علیکم السلام. گوش کرده شده میشنم. مرحمت. مرکز اسلامی. لبیک. بله. ما این برنامه شما را تماشا کرده خیلی مینت داریم. یک سوال داشتم. مرحمت. الو. بفرمایید. مرحمت. همین بعضی همین اویلوی جوان زندگیشون بین عروس نازست، مثال یا مادر یا پدر سبب می شود که همون مقبول نمی شود، همون خیلی فقط فرزند خطی مناسبتش خوب نمی شود. اگر باید جدو شده گفته همین مسئله در یک روشنی می انداختی چکون که بندر کنید. خدا خیر برکت یاد. موفق باشید. سلامت باشید.
لبه سوال فهمو سلامت باشید. خب پدر و مادر باید یعنی به اساس باید با کلین حالی که میاد تصور کنید که همون دختری خودش باشد، تصور کنید که همون دختری خودش هست، میرود خونه دیگری، با اون چی مناسبتی میکنن. عیناً همین در تاجیکی ما، یعنی در مردمی ما مثال هست، میگه که قبل از اون که همون سوزن رو به بدن دیگر میزنی، در بدن خود یک بار بسنج که چقدر درد و علم یعنی سخت هست، پس در بدن دیگر بزن. وقتی که کلین میوید، ولی واقعیت بگویم، کلینی که خونه شما میوید، اون پدر دارد، مادر دارد، اپا دارد، خواهر دارد، شاید یا قسمتی از این رو دارد یا ندارد، و هر حال یعنی اون پدر دختر جان میگو، مادر دختر جان فرزند جان میگو، جگرم میگو، جانم میگو، یا که خواهرش یا دادرش اپا جانم میگو. یعنی از چند طرف همون دوست داری. بعد اینجا میاید، بعد دیگر نمیدونم که خسر یک گنرالو، مادر یک گنرالی دیگر رو با چند گنرال های دیگری که پیش از او آمدگی هستن، اونا گنرال رو بعد اون رو یعنی چیکار کنن؟ یعنی اوزار و اذیت حرام است. باید اندیشه که مسلمان باید همیشه اندیشه کند که هر سخنی که میگویم، هر قدمی که میگذارم، پروردگارم نظارتم دارد، جواب میگویم. مدامی که همین فکر در ذهنی همه خسر و خشتامن و پدر عروس و مادر عروس و یعنی اهل و خانواده همه در فکرشون همین فکر باشد، همین مضمون در فکرشون باشد، هیچ وقت به هیچ کسی ظلم نمیکنن. یعنی پدر و مادر حالا اون زندگی دارد، فکر کنید که دختری خود رو زندگی دختری خود رو، حالا متاسفانه بعضی از پدر و مادر رو زندگی دخترهای خود رو یعنی چی میکنن؟ خراب میکنن، زندگیشون تلخ میکنن. زندگی هیچ کس، همون پدر و مادر یا همون خسر خشتامنی که کلین رو بدبینی میکنن، زندگیشون چگونه بود در سالهای اول زندگی، همون رو فکر کنن. خوب میشود. بعضی از مشکلی هست اگر که یعنی اخلاقی نیک هم نداشته باشد، باید تربیت کرد، نه اینکه ویران کرد. لبه. سلام علیکم ورحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام. گوش میکنم. مطلب توابط. بله. یک سوال داشتم. مرحمت. کدام مومنان سبب تصوی اخلاق در جامعه میبودن حضرت؟ سلامت باشید. اول تمام؟ تمام. خدا خیر برکتیت، موفق باشید. سلامت باشید. کدام کارهای سبب پسشوی اخلاق؟ حالا پیش اگر خیلی کم بود، حالا هزارها عامل های هست که سبب پسشوی اخلاق، ناکامشوی جوانان، ناکامشوی اویل ها می شود. سریع اهمیت نمیدن، همین تلی سریال هایی که هست، شبکه های اجتماعی، تمام نمود فسق و فجور و حرام و حرج، به ادابی و به اخلاقی و دیگر رو تبلیغ میکنن، تشویق میکنن. خدا نشان ندهد حتی به هم جنسگرایی و به دیگر خدا نشان ندهد، خدا رحم بخیرد. این همه یعنی خصلت ها و این همه عامل های بدبخت کننده ای مسلمان و جوانی مسلمان که باید که از این در حذر باشه. این یک طرفی مسئله. طرفی بعضی از پدرها یا اینکه عوض کننده ای از اونا اهل خانواده و فرزنده و به جوانو تلفن هایی نمیدونم که چند هزار سومون ها میخرن میدهن و دیگر نظارت نمیکنن که این جوان با کی مشغول است، با چی مشغول است، چی تماشا میکند. یک بار ببینید سحر از خواب خیستید، فرزند چشماش رو ببینید خواب کرده است یا نیست، یا که چشما شب در روز خواب کردگی نیست، خواب کردگی نیست، چی تماشا کرده است، نظارت کنید. حالا اگر پیش یعنی تربیت کردن فرزند آسان‌تر بود، از 100 برابر مشکل‌تر و دشوار شدگی از یعنی تربیت فرزند یا که تربیت جوانان. چقدر جوانای ما رو با همین گروه‌های افراطی،
گروه های بدخو برای منفیت های اقتصادی و بیوپولیتیکی و سیاسی و دیگر یعنی غرضهای شومشون دعوت نکردن، بردن به نام و نشان رو بربود دادن. و سببی چی؟ به واسطه چی؟ به واسطه همین وسایلی، یعنی اخباری چیز، وسیله های چیز، یا شبکه های خبری یا شبکه های اجتماعی. باید این خیلی عامل های زیادی هست که جوانای ما رو ناکام و بدبخت میکنن. باید که در برابر این باید وقتی که شرایط فراهم کردید نظارت رو زیاد کنید. تلفن خریدید دادید دایم بچه هم به آبرو ما نکنید، دنیا و آخرت خجالت هم نکن، در دنیا و آخرت خجالت هم نکن. باید پدر و مادر هر روز با فرزندان چه پسر و خصوصا دختر پیش از اون که درس می رود یا کار می رود بگید که بچه هم خجالت دنیا و آخرت هم مکن، احتیاط باش، آداب، اخلاق، عفت، پاکدامنیت، حیات همه استوار مستحکم باشد. در همین صورت ما کامیاب می شویم. برای همین یعنی حالا یعنی موریده نمی شود حتی عامل‌های به اخلاق کنی جوانان از حد و یعنی از حد و اندازه زیاد شدگی هست. بله. السلام علیکم. و علیکم السلام. بخش مستقیم دانشگاه اسلامی. بله. یعنی زن مردی که زنی خود حرمت نمیکنه فهمیده از نظر اسلام، اما خودش میدونه از اسلام هم آگاه هست، زنی خودش حرمت نمیکنه، فرزند باید تنها در خونه میمونه، چی میشود وقتی بستی در وقتی اخلاقی اینجا قبل نشونه؟ باشه جواب میگه فارس. خدا خیر برکت. پاسخ میدیم. سوال تمام؟ الو. خب یعنی معامله زن و شوهری، معامله در اسلام این معامله رو یا این علاقه و این مناسبت رو مناسبتی گذشت میگویم. مناسبتی چیز؟ مناسبتی یا علاقه گذشت کردن. این که ما در این موضوع خیلی یک برنامه به تفصیل با وجودی همین باز خیلی سوال زیاد هست، سوال زیاد آمدگی هست. یعنی این معامله و مناسبتی چیز از نظر اسلام باید حتمی گذشت کنند. باید که وقتی که فرزند، حالا اصلا ازدواج به خاطر فرزند است، به نیت فرزند باید مسلمان ازدواج کنند. فرزند که اومد باید پدر و مادر در فکری یعنی وظیفه و مسئولیتی سنگین ترین و اول ترین و مهم ترین این تربیه فرزند است. باید که در یک جایگی فرزند رو تربیه کنند و پدر خصوصا مادر، ولی که مادر یعنی این زن مادر شد فرزنددار شد باید دیگر خود رو فراموش کند، در کامیابی فرزند باشد که چیکار کند این فرزند رو کامیاب و موفق کند. برای همین در زندگی یعنی این معامله و مناسبتی طرفین است، دو طرف است، یک طرف نیست. حیات شریکی، زندگی شریکی هست. زندگی شریکی که هست و هر کاری که در اون شریکی هست در اون دشواری هست. این دشواری رو باید که هر دو طرف به نظر بگیرن. مردم ما هم میگوین که کیمچی شریکی رو سگ نمیخورد. کیمچی شریکی رو سگ نمیخورد. برای چی؟ برای که مشکل است، دشوار است، پیچیده های زیادی دارد. لیکن مهم اساس در زندگی تمام مرد از زن دو چیز میخواهد و زن از شوهر یک چیز میخواهد. اگر این دو چیز از طرف زن داده شود به مرد و یک چیز از طرف شوهر داده شود به زن، زندگی عالم گلستان و هم زن و شوهر کامیاب، پدر و مادر کامیاب و هم فرزندان همه کامیاب میشن. اکثریت کل فرزندان ناکام در نتیجه معامله بدی پدر و مادر است. شوهر چی میخواهد؟
احترام میخواهد و چیز اهمیت. به سر لباسش اهمیت بده، به خوراکش اهمیت بده، به چیزهای خریدگیش اهمیت بده، به خانه و در اهمیت بده. احترامش کن، به احترامی نکن. به احترامی کردی زندگی به برکت میشد. تمام معامله ها، از معامله زن و شوهری تو اکادولری تو همکاری تو تجارت تو همسایگی تو تمام مناسبت خویش تواری و دوستی و دیگر، تمام معامله ها در اساس احترام دوام می‌یابند. احترام از بین رفت، مناسبت معامله از بین می‌رود، از بین خویش تواری از بین می‌رود، دوستی از بین می‌رود. همین دوستی که با هم دوست هستند 10 سال 20 سال 50 سال دوام میکند، در نتیجه همون احترامی که از بین این طرفین دوستی دوام میکند. اگر احترام نباشد دوستی از بین میرود. فهمو؟ مسئله دوم، شوهر باید همسر خود را باید دوست بدارد. زن از شوهر فقط یک چیز میخواهد، مهر، محبت. همیشه باید که شوهر اگر دوست هم ندارد باید بگوید که دوستت میدارم. این واجبات دینی هر جوان یا که هر مردی مسلمان است که باید همیشه به همسرش یا زنش بگوید که زنک جان دوستت میدارم. در همین صورت هم پدر و مادر یا زن و شوهر یا اینکه مرد و زن در زندگی کامیاب و هم در تربیت فرزندان کامیاب و همه فرزندان یعنی با عزت و با احترام با یک افتخار زندگی میکنند که پدر و مادر ما همدیگر رو احترام و دوست میدارند و این باعث افتخاری ما است. لبای الو لبای جون. الو سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از یک سوال داشتیم خواستیم این از شما بپرسیم. مرحبا. معامله استاد با شاگرد از نگاه اسلام باید چگونه باشد؟ اگر سلامت باشید، خدا خیر برکت. سوال فهم است، دیگر سوال نیست؟ نه حضرت. سلامت باشید، خدا خیر برکت. سلامت باشید. معامله استاد با چیز، معامله شاگرد با استاد و استاد با شاگرد و اینجا هم دو طرف است و این احترام شاگرد هم از معامله استاد وابستگی دارد. خدا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میگویند که کونوا معلمین ولا تکونوا معنفین. شما معلم های با آداب با اخلاق و شاگرد رو همچون فرزند خود بدانید. نسبت که شاگرد همچون یعنی فرزند خود مناسبت معامله و خیرخواه باشید، همچنان که برای فرزندان خود خیرخواهید میخواهید که فرزند عالم شود، دانشمند شود، متخصصی ورزیده ساحه همون یعنی که همونی که دست میدید متخصصی ورزیده همون ساحه شود فرزنده. شاگردان رو هم همون فکر فرزندان خود رو داشته باشید. در همین صورت همون استاد محترم و بالای چشم دیده زندگی میکند. اما استادی که حقارتچی باشد، دشنامچی باشد، شاگردان رو تحقیر کند، شاگردان رو دشنام بدهد و در نزد شاگردان اون سخنهای زشت و تحقیرآمیز و یعنی پست و رذیل و دیگر بگوید، خود طبیعی است که دیگر چه پدر باشد چه استاد باشد حرمتش نمیکنم. طبیعی است، واقعیت است. ما خب قبولش کنیم خود نکنیم. و خاطری که استاد را شاگرد احترام کند باید استاد خود رو احترام کند. باید استاد به قدر خود برسد که من کی هستم. باید در حضوری همیشه ولی که استاد معلم تعلیم دهنده باید معلمی نمونوی باشد، چی در پیش شاگردان چی در تنهایی. حالا شاگردان هم که باشن وقتی که از استاد مهربانی و تعلیم و آداب و اخلاق و رفتار و گفتاری نیک که میبینن حتی از پدر بالاتر بالای چشم دیده میبردارن استادان. یعنی خیلی احترام شاگردا اکثرا وابستگی دارد به خود استاد، چی رفتاری دارد، چی معامله دارد، چی مناسبتی دارد، چی گفتاری دارد. برای همین باید که استاد نمونوی باشد تا اینکه شاگردان
پیروی از اون کنم. چرا پیامبر کریم صلی الله علیه و سلم تاکید میکند که شما استادی نمونه‌ای باشید، بدگو نباشید، بد اخلاق نباشید، آداب و اخلاقی والوی داشته باشید؟ چرا که این همه شاگردان رو تباه نکنید. شاگردان همه تباه میشوند، شاگردان همه دیدو و سرسون و سرگردان میشوند، شاگردان همه بیهوده کار و در یعنی در گذشته مثال میوردن استاد رو با یک چیز یک حالتی که میگوید که تخم رو مرغی که اون تخم رو خوب حمایه نمیکند، چوجه نمیبرارد، لق میشوند، یعنی از او هیچ چیز، یعنی هیچ حاصلی نمیدهد، اون تخم همه فساد میشوند. استاد رو به همون مانند میدادن. یعنی این مثالی عموی بین مردم است. یکدن لق کرده است، همه تخم رو لق کرده است. یعنی شاگرد استادی که ادب و اخلاقی نیک ندارد، شاگردان رو همه رو نکام میکند، پس میگفتن که همه این تخم رو لق کرده است. یعنی شاگردانش رو همه رو نکام کرده است، بدبخت کرده است. برای چی؟ به خاطر اینکه مهربان همچون مثل فرزند خود مهربان نبوده است نسبت چیز؟ نسبت شاگردان. و شاگرد هم باید استاد رو چه استادی، یعنی تمام فن معلم هایی که فعلا درس میگویند و یکون فنی نداریم که در زندگی ضرورت نداشته باشیم و یکون این فنها از اون متن حدیث خارج نیستند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگوید که طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمتین. طلب کردن علم فرض است بر هر فردی مسلمان، چی مرد باشد چی زن باشد. حالا این همه این فرض رو کی ادا میکند؟ معلم. باید معلم رو احترام کنیم. و یک اصطلاح خیلی مشهور و معروفی که همیشه مردم ضرب المثل میزنند و میگویند که در نمکدان هیچ کسی توف نکن. از جایی که نان و نمک خوردی در نمکدانش توف مکن، اون رو قدر کن. شما نمیتونید از قصه ها و آداب و اخلاق امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که در اثر و تاریخش آمدگی است که حتی پایش رو طرف خونه استادش دراز نمیکرد، چون که استاد است در اونجا. و در یک روایتی صحت بدن نبودنش حالا نمیدونم تا چی اندازه، به هر حال میگویند که در یک حلقه شاگردانی در یک صحنه صرفه بدن درس میگفتن شاگردان رو، هر وقت یک اظهاری احترام میکردن هنگامی درس. شاگردان حیران موندن، گفتن که چرا چنین میکند؟ گاه میبینید که یک اظهاری محبت یا اظهاری احترام. گفتن که استاد هنگامی درس شما یک کارایی رو انجام دادید که دایم انجام نمیداد. چی بود؟ او که فرزندی استادم در بازی بود، هر وقتی که دبا توز میکرد و من نزدیک میشد، یعنی من چیکار میکردم؟ اظهاری احترام میکردم. ما فرزندانی چنین شخصیت های بزرگی اسلام و انسانیت و بشریت هستیم، استادای انسانیت و بشریت هستیم، فرزندان اینا هستیم. باید که نمونه باشیم، باید که خب دیگر حداقل اونا رو هم فکر نکنیم، خود رو فکر کنیم که چگونه کامیاب میشویم. برای همین باید همیشه با اندیشه و دوراندیشی انسان رو به سعادت نیکبختی و بخشی میرساند. دوراندیشی، خیرخواهی. امام ابو حنیفه رو یعنی احترام کردن، ضرر دیدن. 1300 چند سال است که اکثریت کلی علم اسلام یعنی مسئله و پیروی از فکر اندیشه های امام ابو حنیفه میکنم. خب من یک نقطه دیگر اینجا، حالا وقتی که ما میگوییم که پیروی از مذهب امام ابو حنیفه میکنیم، این معنی رو ندارد که امام ابو حنیفه از پیش خود کدام عبادتی را به ما امر کرده. قطعاً چنین نیست. یعنی ما چی؟ پیروی از این مذهب میکنیم به خاطر چی؟ ما پیروی از فکر اندیشه سالم، درک و فهم سالم گفته های خدا و رسول خدا ما پیروی میکنیم. تکرارم شود.
ما پیروی از گفته های خدا و رسول خدا با فکر و اندیشه های سالم و درک و فهم سالم پیروی میکنیم. ما از امام ابو حنیفه یا اینکه از کلام عبادت امام ابو حنیفه عبادت امام ابو حنیفه ما پیروی نمیکنیم. این رو باید خوب بینندگان عزیز در ذهن داشته باشند. رو بعضی میگن که ما از گفته های خدا و رسول خدا پیروی میکنیم، شما از امام ابو حنیفه پیروی میکنید. همین هایی که تندرو از گروه های تندروی که هستن میگوین که ما از گفته های خدا و رسول خدا یعنی پیروی میکنیم، کی درک و فهمی کی درک و فهمی 1000 سال بعدی رسول خدا، یا که درک و فهمی خیر القرونی قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. ما همون عصر زمانی که بهترین عصر زمانی که با پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم درک و فهمی که درک کردن، فهمیدن، شاگردای صحابه ها را دیدن، از صحابه ها پرسیدن، موضوع را خوب برایشان تحلیل و تشخیص و بررسی و آشکار و روشن کردن، درک و فهمی درست کردند و پیشنهاد کردند. ما از همون درک و فهمی یعنی گفته های خدا و رسول خدا با درک و فهمی درست، درک و فهمی تندگرایی و تندگرایی، دایره خوردی بدبینی و از اینونی. بینندگانی عزیزی گرامی، من همچنین رئیس شورای علما از همه جوانان خواهش میکنم که ببینید هر انسانی که به نام عالم و به نام داعی و به نام یعنی تبلیغگر و دعوتگری که در گفته‌هایش خشونت و در قلبش هیچ رحمی نیست، از اونو تقوا و پرهیزگاری کنید که دنیا و آخرت میدهند. دین مبین اسلام دین رحمت، دین شفقت، دین محبت، دین احترام، دین قدردانی، دین رحم حتی به حیوان، بلکه انسان بجو یا که مسلمان بجو، یعنی حتی رحم به حیوان. ببینید حدیث صحیح مشهوری که همه میدونن که صحرای سگی از تشنگی زبانش بیرون قریب که هلاک میشد، یک مسلمانی فاجر و فاسق و ظالمی رحم به همون سگ کردید که از تشنگی هلاک میشود، رفت با کفشش آب آور در پیش جوانی اون سگ گذاشت، اون سگ از اون آب لقید و نجات یافت. پروردگار الله سبحانه و تعالی و حبیبش وحی فرستاد و گفت که فلان بنده من مؤمن، یعنی مسلمانی فاسقی فاجری دیگر عاصی و گناهکاری که رحم به اون سگ کرد تمام گناهش رو بخشیدم. رحم به کی کرد؟ به یک حیوانی بی‌زبان. وقتی که ما میگوییم که پیروی از مذهب، پیروی از گفته‌های خدا و رسول خدا با درک و فهمی صحیح و درست و درک و فهمی همون عصری، یعنی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، که اونا بهتر و خوبتر و یعنی افضلتر فهمیدند و درک کردند و فکر پیشنهاد کردند. ما گفته‌های خدا و رسول خدا رو پیروی میکنیم با درک و فهمی درست، نه با درک و فهمی تنگ و تند و تیز و یعنی بدگویی و بدخواهی. و البته وقتی ما هم وقتی که برای برنامه جدا کرده بودیم و پایان رسید، از خداوند عز و جل برای همه اونو برادرانی که و خواهرانی که سوال کردن و فعال بودن و اینجا خیلی سوال های زیاد هم تقریبا 11 سوال دیگر هم موندگی هست بی جواب و انشاءالله با امید پروردگار در آینده و این سوال ها هم پاسخ میدهیم و برای همه بینندگان خصوصا فعالان این برنامه از پروردگار خیر و برکت و عزت و سعادت دائمی این دنیا و آخرت را تمنا و التجا میکنم
و از پروردگار همون آداب و اخلاق والای اسلامی و انسانی را تمنا میکنم که سبب عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرتی همه ما و شما باشد. سوال رو هم بگیریم. خب دیران نکردیم، قطع شدید. تو برنامه دیگه در حفظ حمایه و پناه پروردگار باشید. الله سبحانه و تعالی همیشه شما رو با نظر خیر و برکت، نظر رحمتش نظر کند، خیر دنیا و آخرت نصیبتون بگرداند. موفق و کامیاب و سربلند باشید.